سلام، من معصومم. به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدین. ما تو این ویدیو قراره که یه دسر شکلاتی درست کنیم. دسر شکلاتی به شیر کاکائو نیاز داره، بعد اونو داغش کنیم. شیر کاکائو خامه، ژلاتین، یکم پودر کاکائو، همین. به همین چیزای کم نیاز داره. بریم ببینیم که ما چی کار میکنیم. دهن نزنید، شیر کاکائو دهن نزنید، ریدین تو شیر کاکائو. پودر ژلاتین، پودر کاکائو، بعد شیر کاکائو، اینا مال شامه دیگه. همین. ولی نمیدونیم چجوری باید درست کنیم. کاکائو رو بریزید توی قابلمه و به همراه شکلات سکه‌ای تم، پودر کاکائو، پودر ژلاتین و خامه صبحانه با همدیگه مخلوطش کنی و بذاری روی حرارت ملایم تا کاملا یک دست بشن و بعد توی قالب مورد نظرت بریزی و بذاری چند ساعتی توی یخچال بمونه تا خودش رو بگیره و بعد توی ظرف مورد نظرت برش کردی و به همراه پودر کاکائو، انار و کیوی. خیلی خوب. خب اول شیر کاکائو رو ریختی؟ آره، اینا شیر کاکائو توی قابلمه. ببخشید که زاویه دوربین انقدر دور و نامتناسبه. ما اینجا دیگه شیر کاکائو رو گذاشته بودیم رو گاز، بکنم یه روبی داشت میغلید. بعد خامه رو بهش اضافه کردیم، بعد یکم هم زدیمش که این خامه باز شه، اما بازش دوب دوبی موند، به صورت دوب دوبی سفید روش موند. یکم پودر کاکائو اضافه کردیم. بعد ژلاتین رو شما به اینجوری اضافه کنید که توش یه کم آب جوش بریزین، یعنی توی ظرف جدا ژلاتین رو با آب جوش حل کنین، بعد بریزین تو اون موادتون که قشنگ مثل ما توپ توپی نشه، با هم یه دست بشه. یعنی خامه هم این شکلی نندازین تو شیر کاکائو، تو جدا همش بزنین بعد بریزین. حالا فعلا برام هم میزنم. Later. مثلا حجما رو نمیدونم دقیقا، ولی 2 تا واسه پودر ژلاتین روی میریزم قبل از اینکه بریزم زمین. انشالله که کم نشه. اگه زیاد بشه سفت میشه، ولی خب اگه کم بشه با هم میشه. سفت بشه بهتر از اینه که بار بده. اینجا بگیر یه دقیقه. اینا نمیدونم چربی شیر خیلی جلوه بدی داره، ولی خب فکر کنم خوشمزه بشه. بعدش هم یه ذره پودر کاکائو می‌ریزیم. همین. خب حالا این برای اینکه بومبولاش بره با سرعت جت ازش لایی برداری میکنه. این کلا نیست که هست. بریزیم توش یه قد میشه که همین بریز، همیشه شکلات دیگه هم شکلات ریختم. یواش نریزی، خیلی داغه. خب ببر بذار توی یخچال. مورچه‌ای میریم. برو نریزی ها. سیمبا. 3 hours later. ما بعد از 2 ساعت اومدیم امتحان کنیم ببینیم که چیز شده یا نه. پخ شده یا نه. پخمه. پخه بچه. به نظرم پخمه. پخمه؟ پخم شده داره. میخوایم بخوریم. نکن دیگه. خدافظ. نه خدافظ. نه باشه نخوردیم. منم میگم خدافظ. بعد پودر رو نریزیم یا نه؟ بریزیم یکم. حال بابا حوصله داری؟ من میخوام. پارتی. صبر کن انارم بیارم. انار دیگه نیار. صبر کن. نکن. با دست نماله. من میگه انار. انارون منظورون. من میگه نیار. خودش گفتم انار. انها. دوست دارم انار. نه میخواستم عکس بگیریم. برو رو عکس. چه کافه نمیشه.
پوز کاکا هم ولی خوشمزه شده. خدافظ. خیلی خوشمزه. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. لایک و ساب یادتون نره. خدافظ.